ناحیه وخش است. هیئت اساسی دسته حاصلات برای 6 بازیگران خط دفاع رقم 21 فردوس چقالوف، رقم 14 کاپیتان دسته اویبک عبدالغفورов، رقم سرمربی دسته امین سبحانی از کشور ایران. هیئت دسته 5 کاپیتان دسته برکت‌الله نعمت‌الله‌زاده، رقم 14 موسی قهارов، رقم 2 سورس هستند. بازی شروع شد. از مرکزی میدان طور ما شما می‌بینیم فوتبال‌بازان دسته حاصلات توپ با بازی می‌گذارند. در اولی رقابت اینجا وضعیت خطرناک است و طور می‌بینید از دروازه‌بان هم می‌گذارد فوتبال‌بازی دسته فردوس چقالوف باشد. اینجا ارسال توپ را انجام می‌دهد. نهایت این دسته خیلی تغییر یافته است و هجوم نوبتی فوتبال‌بازان دسته برقچی و اینجا پای در هم کوشش‌ها برای اجرای ضربه نتیجه نمی‌دهد. باز یک ضربه دیگر و بسیار خطرناک بود. از چی باشد مهران ندامینов رو ما چندان فعال نمی‌بینیم، در حالی که این فوتبال‌باز تجربه خوب هم دارد. وضعیت خطرناک است، ضربه و گل، اما آفساید. دوستان گرامی، گل به اعتبار گرفته نمی‌شود. در این برقچی امکانیت ندهد. اکنون خودی فوتبال‌بازان دسته حاصلات به هجوم می‌گذارند. پس هم شد، وضعیت خطرناک است، اما این ضربه برطرف شد. باز یک ضربه دیگر و این حالت هم برطرف می‌گردد. جو وضعیتی خطرناک میتواند به میان آید. بله، فرصت هست و چگونه است. پس این نوبتی به کنار چپ فرصت هست و چه امکانیتی عالی. دوستان گرامی، حساب شده می شود در دقیقه 39 رقابت و طور تماشا کنند. خوب، هجوم قبلی که به گل آورده رسونید. ببینید چگونه موقعیت خود را از دست می‌دهد. ساموئل اوفوری هم ارسال توپ را انجام می‌دهد. وضعیت خطرناک است و این امکانیت بعد از خاتمه وقت اساسی رقابت 2 دقیقه وقت اینجا اضافه شده است. دوستان گرامی، وضعیت خطرناک نوبتی به میان آمد و حساب دوستان گرامی 0-2. بازی خوب، بیاد ببینیم که گودسون توپ را به بازی می‌دارد. راست توپ تا به جریمه‌گاه حریف می‌رود. و ببینید چه حالت باز به میان آمده ایستاده است. در همین ارسال توپ رو می‌بینیم. فرصتی بهترین اینجا پیدا می‌شود و وضعیت خطرناک است. دروازه‌بان بورته اکوای اینجا اویبک عبدالغفورов ارسال توپ رو انجام می‌دهد. بعداً باز یک پرتافت دیگر و از این حالت طور می‌بینید نیک رو برای شما، برای خانواده‌تان ارمغان آورد. اینجا فرصت‌ها برای بازیگران دسته برق و دسته برقچی هم در این بین ببینید عکس الهجوم تشکیل کردن. مهربان حمیدов پاسیو، وضعیت خطرناک است و ضربه باشد کمی بلند و وضعیت خطرناک است در این حالت، اما فرصتی نوبتی برای بازیگران دسته برقچی هست. اینجا دروازه‌بان نجات می‌دهد. حالتی بعدی گل به اعتبار گرفته شد. اینجا و فکرم بیاید ببینیم. میدونید در لحظه که پس اجرا شد آنجا آفساید نبود به فکرم. و با همین تمام صدای هشدار داور از انجام رقابت امروزه و از انجام تمام بازی‌های